دارالانشای دادگاه اساتید دانشگاه اسلام آباد هندوستانی باید بدانم بین وضع هندوستان و شیراز ارتباط خاصی هست. كيف الحال؟ الله يحييكم ان شاء الله يتقبل منا ومنكم هذا احنا اللي زرنا في لقاء ان شاء الله. السلام عليكم. شما دید سلام علیکم ما خانه خطاب شما دید سلامت باشید یک جان تشکر سلام علیکم شما دید سلام علیکم سلام باشید شما جهانی کسب بوده است. ما شمه رشدی خیرمندی نیروی ایجادی و سازنده انسان در تمام انسان میباشد ولی ما همزمان بیشتر با آموختن فرهنگ و تمدن و عرف و عادتهای ملی خود رو آوردیم که سالهای زیادی مردم ما از این چیز بهره‌مند نبود و نمیگذاشت محروم بود. حتی در زمان شوروی من برادرای افغانان گفتم این میهمان‌نوازی ما کم است. من میهمان‌نوازی که در جمهوری اسلامی ایران در بسیار علک تمام مناطق ایران من گشتم در پی این قدر سالات بسیار دوستای زیادم پیدا کردم میهمان‌نوازی که در آنجا است از زمین تا آسمان فرق دارد. یکی چیزی که یاد گرفتیم ما از شما یاد گرفتیم با همت بلند شما انشاءالله کشور تاجیکستان به جایگاهی که باید داشته باشه انشاءالله میرسه و شما تازه استقلال یافتید و الحمدلله در این مدت کم پیشرفت شما چشمگیره و این حرکت شما کنفرانس ابتکار شما انشاءالله مایه عزت هست. این همه علما که اینجا قدم میگذارند و از اونجا دعای خیر کردن برای تاجیکستان تا اینجا آمدن انشاءالله مایه پیشرفت هم ظاهری دنیوی خواهد بود و هم مایه پیشرفت خود ما هم بخوریم تا دیگران بخورن. پس همه این مسائل دست به دست سمینارها و کنفرانس هایی رو داشته باشن. این هم برای ارتباط نسل جدید با نسل گذشته و روبرداری و تحول و رشد و توسعه در این کشور بسیار ارزشمند و دوست داشتنی دیدم. سلامت باشید
بعد پیش من وجودی من دارم من با تو شدید رو نگاهی من برای خدم که من دارم یا تو من دین اسلام نمیدیم انما المؤمنون اخوة برادری قوی‌تر از برادری نسبی من از پدر و مادرم برادر ندارم غیر از اصحابم میلیون‌ها برادر تنها پسر خانواده هستم فرزند پسر خانواده هستم احساس تنهایی نمی‌کنم چون خداوند این همه برادری که من دوستشون دارم و اونها من دوست دارم خداوند من داره شما خیلی من نمیدونم که چطوری این محبت های شما رو جبران کنم عاطفه شما خیلی قوی است این عاطفه دینی است الإسلام دين المحبة الإسلام نور لا ظلمة الإسلام دعوة بالحكمة الإسلام للعالم رحمة الإسلام دين المحبة سیمبل معصوم نیست إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم
ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.